الهی نور به قبرت بباره آقا جون. خدا رحمتت کنه. خدا بیامرز میگفت هر کسی نون دل خودش رو میخوره. هر وقت نون دلت رو خوردی برکت سرازیر میشه تو زندگیت. میگفت فکر نکنی برکت فقط پوله ها. همین که دلت خوش باشه یعنی برکت به حالت. همین که شب از سر کار میای خونه و چراغ خونت روشن باشه و بوی غذا از آشپزخونت بیاد بیرون یعنی برکت. هر جا که زانوها تاب سنگینی بار مشکلات رو نداشت و عزیزی زیر بازوات رو گرفت که بلندشی یعنی برکت. اگه اولاد عهد داشتی و زنی داشتی که با کم و زیاد ساخت یعنی برکت. آقا جون خدا بیامرز میگفت برکت زندگی به شمار دستایی که تو سفرت باز میشه. برکت به تعداد قلب‌هایی که توشون جا داری و برات میتپه. همین که کسی توی زندگی اومد و کلی از بار زندگیت رو ناخواسته به عهده گرفت یعنی برکت. این که اونقدر عمر با عزت داشته باشی که نوه و نتیجهات رو دور و بر خودت خوش ببینی یعنی برکت. آقا جون میگفت آره عزیزم، آره جون دلم، برکت فقط به پول نیست. برکت به دل خوش و آدمای سبز توی زندگیته. و تو ای رفیق ایشالله که همه جوره برکت سرازیر بشه به حالت. برکت سرازیر بشه به سفره رنگینت. ایشالله همیشه دور و برت پر باشه از آدمای سبز. ایشالله همیشه دلت خوش باشه و پر برکت. یا علی مدد.